دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من آرمان هستم و توی این ویدیو با هم میخوایم به معرفی سیستم کراس ایر توی سرور اترنال بپردازیم. خب بچه‌ها ببینید، وقتی شما یه گانی رو توی سرور ما بردارین و بخواید تیراندازی کنین، همونطور که میبینید نشانگر اسلحه یا همون کراس ایر به شما نمایش داده نمیشه مثل دیفالت جی تی ای. چرا اینجوریه؟ ما یه سیستمی آوردیم برای کاستوم کردن کراس ایر یا همون نشانگر اسلحه تا هر کی بنا به اون سلیقه و عادتی که داره بتونه برای خودش کراس ایرش رو ست بکنه. برای اینکه شما بخواید کاستوم کنید کراس ایر یا همون نشانگر اسلحه‌تون رو، کافیه دستور کراس ایر رو یادداشت کنید که به این صورت نوشته میشه. دکمه اینتر رو که بزنید همچین منوی برای شما باز میشه. من دونه دونه اینا رو به شما توضیح میدم. اولیش گزینه استاتوس یا وضعیت هست. شما وقتی این رو روشن کنید، همونطور که میبینید توی صفحه نمایشتون براتون کراس ایر یا همون نشانگر اسلحه نمایش داده میشه و با زدن دوباره روی این گزینه خاموش میشه و برداشته میشه. خب گزینه بعدی مربوط به این نقطه وسط این کراس ایر هست. یه سری دوستان خب اون نقطه نباشه میتونن روی این گزینه بزنن و خاموشش کنن و اونایی که دوست دارن این نقطه باشه میتونن این رو روشن نگه دارن. گزینه بعدی این سایز، همونطور که مشاهده میکنید سایز این خطوطی هستش که کنار کراس ایر هست و شما میتونید این رو بزرگ یا کوچیک بکنید. گزینه پایین اوتلاین، وقتی این رو فعال بکنید یک حاشیه‌ای به اصطلاح میاد دور اون خطوط کراس ایر براتون نمایش میده و میتونید حالا تو این گزینه اوتلاین تیکنس این قطرش رو کم و زیاد بکنید. اگه این حالا روشن باشه میتونید اینو قطر کم و زیادش بکنید. و گزینه بعدی گزینه گپه که این فاصله بین این خطوط کراس ایره. همونطور که میبینید اگه زیادش کنید خب فاصله زیاد میشه و اگر هم نگاه کنید اینو بیارین نزدیک خیلی نزدیک میشه. اگه کسی هستش که میخواد فقط اون نقطه وسط رو داشته باشه، کافی هم سایز هم این گپ رو کلا خاموش کنه که کلا فقط همین نقطه براش بیفته. ولی اگه دوست دارین که خب این خطوط کنار این نقطه کراس ایر هم بیفته، میتونید با این دو تا بازی کنید و اون حالا چیزی که دلخواهتون هست رو باش بسازین. توی گزینه تیکنس هم قطر این خطوط کنار نقطه کراس ایر رو براتون میتونید تنظیم کنید. همچنین توی این قسمت کالر هم همونطور که از اسمش مشخصه میتونید رنگ این کراس ایر رو ست بکنید که اینجا چند تا آمادش هست و اینجا هم به صورت RGB تمام اینا قرار شده. میتونید شما حالا کم و زیادش بکنید و بذارید من اول اینو بعد البته بزنید روی این و همونطور که میبینید میتونید حالا با این RGB بازی کنید. اگه همش روشن باشه، همش تا ته باشه، سفید میشه و همونطور که میبینید من با هر کدوم از اینا که کم و زیاد میکنم این رنگ هاش تغییر میکنه و کاملا این سیستم دست شماست که حالا دوست دارین چجوری باشه کنید. این گزینه آخر همونطور که مشاهده میکنید برای اون کانتراست اون کراس ایرتون هست که حالا میخواین کاملا واضح باشه یا نه به صورت حالا کم رنگ تر براتون معلوم میشه. و هر موقع هم کارتون تموم شد این گزینه سیو کراس ایر رو بزنید و دیگه براتون میمونه و میتونید ازش استفاده کنید. هر موقع هم حالا نخواستین دوباره همین رو بزنید و روی استاتوس روی گزینه آف کلیک بکنید. امیدوارم که این آموزش براتون مفید واقع شده باشه.